سلام. اگر هنوز سند دفترچه‌ایتون رو تک بک تبدیل نکردید، پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدید. چرایی و چگونگیش رو هم من تو همین ویدیو میگم. چرا؟ به دلیل اینکه سازمان ثبت الان دیگه تمام به اصطلاح خدماتش که میخواد ارائه بده روی سند آپارتمان یا زمین شما بر اساس آیتم های سند تک برگ انجام میده براتون. لذا الان که فرصت دارید و زمان فرصی ندارید برای موضوعات کاریتون یا برای فروش ملکتون یا برای مثلا هر گونه اقدام روی سند مالکیتتون، خب اگر اقدام بکنید به راحتی و با فراغ بال میتونید سندتون رو تک برگ بکنید تا در مواقع ضروری بتونید ازش استفاده بکنید. چگونگیش هم خیلی ساده است. شما میتونید خودتون یا وکیل قانونیتون مراجعه بکنید به یکی از دفاتر اسناد رسمی و اقدام به اصطلاح تبدیل بکنید، در واقع تقاضا بده اصل سند مالکیت، مدارک شناسی نامه ای و هویتی، به اضافه حالا یه سری مدارک خاصی میخواد که اونجا دفاتر بهتون میگن. شما اقدام میکنید، نیاز به حضورتون هم نیست و سند هم از طریق پست میاد. در شرایط خاصی ممکنه برای بعضی از زمین ها یا بعضی از آپارتمان ها نیاز به حضورتون باشه که اونجا هم اداره ثبت بهتون اطلاع رسانی میکنه از طریق پیامک و نگرانی از این جهت نداشته باشید. به هر صورت اگر که توی مجموعه زندگی میکنید که مثلا تعدادی آپارتمان، حالا نمیخواد حتما مجتمع باشه و زیاد باشه، 5 تا 10 تا آپارتمان هستید، من پیشنهاد میکنم که همگی با همدیگه اقدام بکنید تا اگر احیانا به اصطلاح فرایند به شکلی باشه که نیاز به برداشت زمین باشه یا اقداماتی روی زمین، همگی با همدیگه بتونید انجام بدید و کار هرچی سریعتر به نتیجه برسه. چون اداره ثبت در سال 404 بسیار از موضوع تبدیل سند مالکیت دفترچه به تک برگی استقبال میکنه. شاد باشید. خدا نگهدار.